ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори шашумро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. دوره طفولیت عینی. در مدت همین زندگانی دو جایه سید مراد خواجه در دیهه‌های ساکتری و محله بالا تا اندازه نیک و احوالی اهل خانواری او کم و بیش بهتر می گردد. از روی خطاب پدر سید مراد خواجه به پسری نخستینش سید محی الدین خواجه که دادرت صدرالدین از تو 8 سال خورد است. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 20. تا اندازه تصدیق کردن ممکن است که تخمیناً در سال 1867 یا اندکی پیشتر از این سال پسری یکم سید مراد خواجه سید محی الدین خواجه تولد می یابد که او از پسری دومش سید صدرالدین خواجه 8 سال و یا از آن کمتر کلانتر بوده است. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صحیفه 20. راقم این سطرها من بعد پیش از نام صدرالدین نسبتی سید و پس از آن مرتبه خواجه را استفاده نمی برد. عینی مکان و زادگاه خیش را ساکتری می شمارد چون که او در همین دیه به دنیا آمده بود. او اقامتگاهش را با نام دیهی ساکتری علاقمند نموده نوشته بود که تا هنگامی به مکتب رفتنش سال 1881 با پدر و مادرش هر سال یک چند ماه تابستان در ساکتری و یک چند ماه زمستان در محله بالا زندگی می کرده است. او در این باره می نویسد: و همین طریقه تولد من در دهه ساکتری ریان غژدوان واقع شده، ایام بچگی تا مکتبیم تابستان در محله بالا گذشته است. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صحیفه 15. صدرالدین عینی فرزند دومی همسران سید مراد خواجه و زیورای باشد هم در بین پسری یکمش سید محی الدین خواجه و صدرالدین تولد یافتن فرزند دیگری آنها در هیچ جای قید نگردیده است. سید مراد خواجه و زیورای غیر از صدرالدین باز دو پسری دیگر داشتند که یکی از آن پسران را سید سراج الدین خواجه و دیگریش را سید کرام الدین خواجه نام گذاشتند. سید سراج الدین خواجه از صدرالدین 3 سال خرد بوده است. بنابراین سال تولد او را به سال 1878 مطابق شماریدن ممکن است. برادر کنجه عینی سید کرام الدین خواجه از روی قیدهای عینی تخمیناً در سال 1882 به عالم آمده است. به سبب گم شدن و موجود نبودن دفتر شجره ابنا و اجداد عینی امروز درباره روز و ماه و سالهای تولد فرزندان سید مراد خواجه و زیورای و تمام اولاد و خویش و تبار نویسنده معلومات مفصل و راست و درست
به دست درآوردن امری محال است. عینی از بین تمام اولاد و اجداد پدری دوره خردسالیش، مخصوصاً پسری عمکی پدرش هدایت خواجه را که مهربانانه استا عمک یا استا خواجه‌اش نام می بردند و در هنری چوب تراشی و کندکاری در بخارا هم مانندش کم یافت می شد. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 45 با مهر و محبت بی انتها به خاطر می آرد و کار و مهنت حلال و طاهر و پرارزش و عالی جناب او را صمیمانه وصف می کند و مدح و ثنا می خواند. هدایت خواجه در همه جا و برای تمام مردم همچون استای ماهر، دریدگری بسیار هنرمند، چوب تراش نهایت قابلیتناک و ماهر، کندکاری نادر و بی مثل و مانند حسابیده می شد. بنابر همین مردم او را استا خواجه می گفتند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 45 و او با این نام در گرد و اطراف مشهور بود. او غیر از استایی و هنرمندی بی اندازش، چی در بین اولاد و اجداد خود و چی در بین تمام آدمان شناس و ناشناس، با مهنت دوستی و انسان دوستیش نام برآورده بود. روزگار هدایت خواجه استا خواجه به مثل روزگاری سید مراد خواجه خیلی خاکسارانه و فقیرانه می گذشت، ولی او به مثل پدری عینی به هر یک کسی احتیاجمند مددی بی منتش را دریغ نمی داشت. مخصوصا او به بی بضاعت ترین و قشاق ترین اعضای جامعه از جمله به عبدالله خواجه و توته پاشا یاری را دریغ نمی داشت. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 45. اهل خانوار سید مراد خواجه در ساکتری بی واسطه در همسایگی عمک سید مراد خواجه عبدالله خواجه دریدگر میزیست. عینی از زبان آدمان دیه و مخصوصاً از زبان خیش و اقربای خود عباره عبدالله خواجه 90 سال عمر دارد را صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 43 میشونید که این سخنان تا آخر عمر در خاطر عینی طفل و کودک نقش بسته بودند. عینی در این دوره احوالی وزنین معیشی این سابق دریدگری سحرکاری کهنسال را دیده، مهر و محبت و رحم و شفقتش نسبت به او زیاد می شد. وی در حیرت می ماند که چرا پسرش ابراهیم خواجه به این مرد نهایت کهنسال عمک پدرش عبدالله خواجه هیچ گونه مدد نمی رساند. در اولاد و اجداد پدری صدرالدین عینی یکی از تنبلترین مخلوق همین ابراهیم خواجه پسری عبدالله خواجه بوده است. کسب و هنری پسری عبدالله خواجه عمکش یعنی عمک بچهش ابراهیم خواجه از دعاخوانی عبارت بوده است. ابراهیم خواجه در هر 15-20 روز به خاطر می آرد عینی یک بار به خانهش می آمد، اما خوراکواری که در هر آمدن می آورد به زنش و خواهرزاده خودش که با زنش می ایستاد نمی رسید و به پدرش چیزی نمی داد. عینی با همین ابراهیم خواجه سنگدل و رذیل را بیرحمانانه مذمت می کند. ابراهیم خواجه برای چنین بی‌عدالتی ها و سخت دلی و بیرحمیش نسبت به پدرش عبدالله خواجه از جانب سید مراد خواجه عنوانی فاسق محروم را گرفته بود.
سید مراد خواجه روایتی مشهوری برای رضای خدا پسرش اسماعیل را قربان کناندنی ابراهیم پیغمبر را به خاطر آورده، برخلاف آن رفتار و کردار و عملیات ابراهیم پیغمبر تمام آتشی قهر و خشم و غضبش را به سر ابراهیم خواجه برای بیرحمی و بیشفقتی و ناآدمگریش نسبت به پدرش روانه می سازد. اگر ابراهیم پیغمبر می گوید سید مراد خواجه به ابراهیم خواجه برای رضای خدا پسرش را قربان کرده باشد، تو برای تنبلیت پدرت را قربان کردی. حیف به تو و لعنت عالم به تو. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 44. البته چون این سخنانی آبداری تیز و تند و به مغز استخوان کار کننده سید مراد خواجه در حق ابراهیم خواجه بیرحم و بیشفقت که در شاهدی صدرالدین کودک گفته می شدند، در معنی این پسری زیرکش ابدی نقش نبسته نمی توانستند و من بعد چون این سخنانی پدر در کاری در روح آدم و آدمگری تربیه نمودن پسرش هم مدد و هم تأثیر کلان رسانیدند. چنین هزارها مشاهده ها و صدها سخنان و پند و اندرزهای راست و درست و حقانی هم پدر و هم استاعمک و هم دیگر خویش و تباران غمخوار و مهربان به عینی کودک مدد رسانیدند که به پهلوهای گوناگون و مرکب، سیر ضدیت و پرنزاع، سیر صدمه و پرماجرای زندگی و مناسبت‌های آدمی از نزدیک شناس شود. رفتار و کردار، کار و مهنتی ثمرناک و سود بخش پدر و مادر و قسمی از خویش و تبارانش را آموزد. طرز و اصول و راه‌های مهنتی حلال انسانی را یاد گیرد. تدریجاً نیک را از بد، خیر را از شر، طاهر را از زشت، حلال را از حرام فرق نماید. تجربه های زندگی پدر و مادر و استاعمک بر این آدمان اصیل، مشاهده و شناسایی عینی با پستی و بلندی های زندگی، چی در عقل و شعور و چی در فکر و اندیشه این پسری مشاهده کار و جوینده تبدلات مهم می در آوردند و آنها برای او هم درس عبرت و هم سبق حیات می گردیدند. درستی این فکر را بار دیگر در مثال مناسبتی نیک و مهربانانه عینی کودک به معلم نخستین ایجادیش توتپاشا که شراف خواجه نام پسری سنگدل و بیشفقت داشت ولی به او هیچ نگاه و بین و غمخواری نمی کرد و مددی نمی رساند تصدیق کردن ممکن است. توتپاشا که در جانب شرقی حولی عبدالله خواجه میزیست، در سن کودکی عینی زیاده از 80 سال عمر داشت. عینی هیچگاه و از هیچ کس نام اصلی توتپاشا را نشنیده بود. او تنها می دانست که توتپاشا زنی عبدالقدس خواجه نام عمک دیگری سید مراد خواجه بوده. یگانه پسرش شراف خواجه در تنبلی، بیهوده و سرسری گردی و فارغباری به عمک بچه دیگرش ابراهیم خواجه مانندی کامل و پره داشت.
شراف خواجه بسیاری وقتی خود را به دیدویی و آواره‌گردی در طرفهای قرشی که در آنجا خویشاوندانی اولاد و اجداد سید مراد خواجه هم بودند، صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 44، و کیها بودنشان را کسی از اولاد و اجداد او نمی‌داند می‌گذرانید و از احوال مادرش توته پاشا تماماً بیخبر بود و او را خبر هم نمی گرفت. شراف خواجه به مادرش هیچ گونه مدد نمی رسانید. توته پاشا را تنها استا عمک، استا خواجه، سید مراد خواجه بر این خویش و تباران و بعضی آدمان مهربان، غمخوار و با فراست دیهی ساکتری مدد می رسانیدند و نگاه و بینو پرستاری می کردند. چنان که در بالا قید گردید، عینی بیشتر درباره اولاد مادری خود از بابایش همراه خان و مادر کلانش، افسوس که عینی نامش را در هیچ جا به قلم نداده است و به خاطر نآورده است، سر کرده تا تقاضاهایش و بعضی دیگران معلومات مفیدی ترجمه حالی می دهد. از روی بیانات عینی در باب توی و بسیار دیگر باب‌های یادداشت‌ها در دوره‌های طفولیت و قسماً شبابش، بابای مادری صدرالدین همراه خان، مادر کلان مادریش، تقاضاهایش ملا دهقان، قربان نیاز، روشن نیاز، نیاز خان و علی خان و بعضی سایر خویش‌هایش در قید حیات بودند. خود عینی غیر از علی خان همه دیگر اولاد و خویشان مادریش را در همه جا با مهر و محبت نهایت کلان به یاد می آورد. او بارها تأکید می کند که اولاد مادریش تمام عمر خود را با کار و زحمت و مهنت در زمین‌های کشت، غوزه کشی، در باغات، در چراگاه‌ها، در حیاطه‌های سبزوادکاری و آبچکاری و دیگر میدان‌های زراعت، در قفای رمه‌ها در دهه محله بالا صرف می‌نمودند و گاه‌ها به دیگر کسب و هنرهای ضروری مشغول می‌شدند. یکی از تقاضاهای عینی ملا دهقان آرزوی تعلیم و دانش اندوزی در مدرسه کرده آن را ختم نمود. او بعدها عمر خیش را با خدمت میرزایی صرف نموده با همین در بین همدیارانش خیلی معلوم گردیده بوده است. از تقاضاهای عینی تنها علی خان کسب چای فروشی چاربازارگرد را انتخاب کرده بود و برای خود یک شعار را پسندیده می دانست: به من نه باغ در کار نه زمین، برای من بازار باشد بس، عالم را آب و عذاب گیرد پروا ندارم. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 38. از همین سبب علی خان را پدر عینی سیاه دیلی بدباطین گفته دشنام میداد و لعنت میخواند. پدر علی خان همراه خان به او چنین بهای آبدار و هلاکت آور داده بود: به او گپ نزنید، او از ما نیست، او خوک است. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 38. چنان که معلوم گردید راقم این سطرها غیر از نام بردگان فوق تا حال از هیچ یگان ادبیات علمی، تاریخی و بدیعی این چنین مأخذ و سرچشمه و منبعها راجع به اولاد و اجداد پدری عینی مواد دیگری به دست درآورده نتوانسته است. اما دایر به خویش و تباران مادری عینی تا اندازه معلومات زیادتری به دست درآورده شد. خوشبختانه با توسط حکایه مکتب کهنه، یادداشت‌ها،
قسماً حکایه احمدی دیوبند و آچرکی کلخازی کمونیسم و بعضی مقاله و نطقهای عینی، آیندگان درباره دوره‌های طفولیت و شباب عینی، از جمله راجع به سالهای تعلیمی او چی در نزد مکتبدار جاهلی مکتبی نزد مسجدی ساکتری، چی در مکتبی دخترکانه بی خلیفه دیهه، چی آموزش و تعلیمی مستقلانش در نزد پدرش سید مراد خواجه و مانند آنها معلومات مفید پیدا کرده می توانند. تأکید باید نمود که پدر صدرالدین عینی در مقایسه با بسیار دیگر همدیهگانش شخص خیلی باسواد و با معرفت بود و آگاهیت از حساب ابجد و ادبیات بدیعی هم داشت. بنابر همین او را نسبت به بعضی ملاهای قشلاق ساکتری باسوادتر و با معرفتتر می شماریدند. عینی در این خصوص چنین نوشته بود: پدرم در مدرسه کم استاده باشد هم در ادبیات، در مسئله های جزئی دانستنی پاره های قرآن، در حساب و از این جمله در حساب ابجد کمی شغل کرده بوده است و به واسطه این دانش‌ها به ملاهای قشلاق که اکثرشان بی سواد بوده حساب و دیگر چیزها را هیچ نمی دانستند غلبه می کرد. در مناظره ها آنها را مغلوب و شرمنده کرده می پرتافت و اکثر ملاهای قشلاق از وی می کیبیدند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه های 9-10. آغاز تعلیم عینی در مکتب کهنه. از موادهای سرشماری خودی نویسنده آینده معلوم می گردد که صدرالدین خردسال را پدرش سید مراد خواجه در 6 سالگی برای تحصیل و تعلیم به دست مکتبداری مکتب نزد مسجدی دیهه ساکتری سپاریده بوده است. بعدها خود عینی در آغاز حکایه مکتب کهنه سال 1934 لحظه‌ای به آن مکتب به تحصیل شروع نمودنش را از زبان خودش و مادرش زیورای بنت همراه خان این طور به یاد می آورد: من باید 6 ساله شده باشم که مرا پدرم به مکتب پیش مسجد قشلاق برده ماند. مادرم می گفت: تو را در وقت 4 ساله، 4 ماهه، 4 هفته و 4 روزه بودنت با لعلی و دسترخوان به مکتب فرستاده سبق سرکنانده مانده بودیم، اما تو آن وقتها بسیار خرد بودی. دلی من به تو بسیار می سوخت که در مکتب بسیار عذاب خواهی کشید. بنابراین ماندیم که تا حال بازی کرده گشتی. اکنون خوب کوشش کرده خوان که ماندگی هایت را گیری و با همسالانت که در 4 سالگی به مکتب رفته اند برابر شوی. من هم این توصیه مادرم را که در آن وقتها به من خیلی خوب تأثیر کرده بود میخواستم به عمل آورم و هرچه زودتر سبق آموخته به همسالانم برابر شوم، حتی از آنها گذرم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صفحه 53. از جمله های بالا باز یک دلیل را از تاریخ پداگوژیک تاجیک دریافت کردن ممکن است. آن هم باشد در مکتب‌های کهنه تا انقلابی تحصیل و تعلیم اکثراً از سنی 4 سالگی آغاز می یافته است، نه از سنی 6 سالگی.
از جانب دیگر از این نقل چی مادرش و چی عینی اندکی هم باشد معلوم می گردد که سید مراد خواجه که به سبب خودش بی واسطه امکان مدرسه را ختم کردن نداشته است، اولها به نزدش مقصد می گذارد که پسر دوم خود صدرالدین را خیلی بر وقت در 4 سالگیش به مکتب دیه فرستد تا که او را تیزتر با خط و با سواد گرداند. حتی وی به مقصدی به مکتب فرستانی پسرش در همان 4 سالگیش برای مکتبدار لعلی و دسترخوان نیز همچون تحفه آماده ساختنی بوده است. اما صدرالدین در نظر مادرش زیورای خیلی خردسال نموده، او با دلسوزی از شوهرش سید مراد خواجه هم خواهش و هم زاره و لابه می کند که پسرشان را اینقدر بر وقت به مکتب ندهد تا که در مکتب عذاب و مشقت نکشد و به پسری خردسالش امکان دهد که تا 6 سالگیش به مکتب نرود و با همسالانش بازی کردن را دوام دهد. مقصد خودی پدر عینی به سبب خانه‌دار کرده شدن خودش و مدرسه را تمام کرده نتوانسته به صحرا به دیه برگشتنش آن بود که میخواست همه پسرانش از جمله صدرالدین را حتما با خط و با سواد سازد و علم و دانش آموزاند. بنابر همین پدرش او را در 6 سالگیش در سال 1881 به مکتب پیش مسجد قشلاق خودشان قشلاق ساکتری می گذارد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صحیفه 10. سید مراد خواجه موافق آیین نامه تعلیم عصر میانگی صدرالدین 6 ساله را با لعلی و دسترخوان عنعنوی به مکتب پیش مسجد دیهه ساکتری برده به اختیار مکتبدار آن می سپارد. مقصد و آرزوی اولین پدر و مادر صدرالدین پیش از همه آن بوده است که پسرشان در تعلیم و علم آموزی در مکتب با بچگانی از او 1-2 سال پیشتر به خوانش سر کرده برابر شود و توصیه و آرزوی پدر و مادر را درباره زودتر سبق آموختن، با همسالانش برابر شدن و حتی از آنها پیش گذشتن را بجا آورد و اجرا کند. اما در آن سال 1881 وقتی که عینی به مکتب نزد مسجد دیهه خود به تعلیم و تحصیل شروع نمود، تقدیر بروی او نمی خندد. به طور دیگر گوییم به طاره بدی او در آن سال در آن مکتبداری کم سوادی جاهل مجازی و دخل معامله که چنین معلمان را در گذشته و حاضره و آینده در تمام دوره و عصرها و در همه ملک و کشورها و دولتها کم یافتن ممکن نبود و کم یافتن ممکن نیست درس می گفته است. شما گفتاری 6 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقل برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.